سعی کنین به حساب این رخته کرده با نمک دریایی رخته شده با نمک دریایی و مرچ مساله مونه داخلش هست. دیگه داخلش هم اینه تو مرچ مساله میزنن بسیار خوشمزه درست میکنن. آفرینشان. سلام و درود نثار تک تک شما دوستای گرامی. امیدوار هستم جور صحتمند باشین. دوستا یک کشور بسیار زیبا آمدیم. کشوری که قسمی که میبینید سرسبز است، گرم است و مردم هم عاشق از این کشور است. کدام کشور میباشه؟ حدس بزنید. 1 2 3 کشور زیبای تایلند. بریم با هم شهر زیبای بانکوک بگردیم. میبینید که در بانکوک چی چیزایی است؟ چی چیزایی پیدا میشه؟ بریم با هم بگردیم. دوستای گرامی اگر تا حال چینل ما رو سابسکرایب نکنین لطفا سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما رو لایک کنین. از قرار معلوم 70% دوستایی که ویدیوهای ما رو میبینه سابسکرایب نکرد چینل ما رو، لطفا سابسکرایب کنین، برام انرژی بدین. بریم شهر زیبای بانکوک با هم بگردیم. رفتیم. دوستای گرامی ما در این اولی زندگی میکنم. یک منزل بالای زیر کرا گرفتیم. دیگه قسمی که میبینین خوب سرسبز است، جایی که آباد است. دیگه یک چیز مرا زیاد اذیت میکنه، پشه. دیگه قسمی که میفهمین وقت جای سرسبز باشه، گرمی هم باشه، پشه دیگه خدا یار جانشون آرام نمیمونه. من نمیفهم که گوشت ما پوست ما چی داره، فقط میان در جان من میچسبن. دیگه از دست پشه دیوانش نیم. دروازه از اینا رو کشیدی. اوی خانگاهشان بد نیست، خوب سرسبز است. این هم کوچهشان رو ببینید دوستا چقدر سرسبز است، چقدر عالی است. یک بازارک از نزدیک خانه ما. بریم این بازارک با هم بگردیم. شرخم برش بگویم من زبان رو نمیفهم. انگلیسی بگویم نمیفهم بچه. کجا بشینیم رفیق؟ جای هم نیست اینجا. باشکه چند شدیم. البته کار بر ما آسان کرده. 30 روپیه اونجا نوشته است. دیگه نیاز از این نیست که زیاد پرسان کنیم چند است چند نیست. خب 30 روپیه از اینا را این قمایی شد. تقریبا اون یک قاب از ورید. بریم ببینیم که دیگه چی داره.
مویایی که داخل بوکسک ها از دانه 25 روپه و دیگهش کلان کلان است 50 روپه. دیگه در پیسه تایلند است. باش که ببینین که در پیسه دلار چند میشه. بس برازی میگن استریت فود. باش که من سعی کنم 30 روپه که ما پرداخت کرده موقع مایی شده چند شده رفیق. تقریبا $1. من نمی‌فهمم که امروز چرا این بازار قدر به حساب کس نیست. سبزیجات شد. خب باید بریم از طرف دیگه دوره کنیم. دل، روده، جگر ماهی. خدا راستی قنواز اونجا بریان کرده بود درتان نشان نمیتون. اینجا که هست مسالای بسیار لذیذ داره، خوشمزه. اینی دیگه چی است؟ خوب وحشتناک و معلوم میشه پنجل پاو بری است. این هم جگر ماهی. نه راستی بود اگه جگر ماهی بود. این جگر ماهی است. ملا صاحب خانه پر پلاو جگر ماهی گفت نفس ما را کشتش پیدا نمیشه جگر ماهی. ما کل اینجا را گشتیم پرسان کردم سکه ماهی های تازه. دیگه این راسته هم که هست راسته گوشت فروشیشون است. بریم بگردیم ترکاری بابا. کلش چیز پیدا میشه. هلو ما از اینی 10 دانش یک جای براتون نوش جان میکنم. لیموی ترش خیلی دوست دارم. لیموی ترش یادش بخیر یک زمان یک بابا داشتیم خدا رحمتش کنه. همیشه در جیبش از لیموگکا را میگشتن. لیموگکای خورده باز ما را که میدید خورد بدیم دیگه میگه بیا اینجا یک تازو بر ما میداد. چقدر خوش میشدیم کردم یک لیمو. دوستا اینی هم تایلندی است ولی مزهش زیاد جالب نیست. اینم پاپایا نیروسی ما هم است. رنگ داره ولی مزه نداره و قدر. مزه داره مزه همه او طرف خود ما شمار نمیکنه.
این هم مرغ است. فکر کنم مرغابی، گردن مرغابی و گوشت مرغابی. کل شاخته کده مونده. این جیگر مویی اینجا. این باز نگوین که جیگر مویی نیست. دیدن جیگر مویی را اینجا پیدا میشه. دیگه هم مویی هایی که فکر کنم از اینجا خودشون میگیره. فکر کنم اینجا یک بازارک هم تو خورده دارن که میان خرید میکنن، مثل جمعه بازار، شنبه بازار. دیگه من خوشم آمده از این بازارک. باش که ماهی رو نوش جان کنیم، هیچ جایی نداره کجا بشتیم. تو صدقایی نوش جان میکنیم. بریم دوستا ببینیم که کمی پیشتر چی گپ است. با ما همراه باشید. اگه تا سابسکرایب نکنین، یک سرخ سابسکرایب بزنیم. رفتیم. دوستا ببینیم که چی پیدا کردیم. یادتون است که نام از چی است؟ یک کمی فکر کنید. خوب یک نام داره ولی نامش یادم نیست. ولی من یادم میاد که خوب خوشبوی است. خورترک از این هم در منطقه ما و شما زیاد پیدا میشه. خیلی خوشبویه. واه واه واه. بسیار زیاد خوشمزه میگم، خوشبویی. دیگه اینا یک رقم میوه داره برام دیگه نمیفهم نامش چیست. فکر کنم مالته باشه. بسیار داخلش زرد است و مزه بسیار شیرین داره. دیگه یک دانه ازی بگیریم. یادش بخیر چیز میرفتیم خورد که بریم اختپل میگن کجا میگه یادم نیست درست. بازی خورترک های ازی را میکندیم. خوب یک نام داره، بسیار خوشبوی است. در جای بخواد میگشتندیم و بویی میکردیم همیشه. بسیار عالی. واو. خب یک کزی بگیریم. دیگه این قدر هم میوه گرفتیم. جایتان خالی، کلش تنها نوش جان کنیم. خب این چیز مثل سیب معلوم میشه ولی یا آلوس یا سیب است. اگر معلوم نیست که چی است. انگورا رسه که چقدر کلان یا پروردگار. این دیگه چی انگوری است؟ واو. چقدر کلان است. خدا نام از این چی است دیگه خدا میفهمه. اینی عمای خودشان است، تولید داخلی خود تایلند. دیگه اینا رو میمونن تا که اینا زرد میشه. یک ماه بعد 20 روز بعد. دیگه این همون پاپایا است که در ویدیوهای قبلی براتون معرفی کرده بودم. یک پاپایا 25 روپیه، تقریبا 80 سنت دلار. این هم یک دانش 80 سنت دلار، یعنی 90 سنت یک یورو میشه دیگه تقریبا. ولی خیلی کلان. بس پرسان کنیم یک تا اجازه میده مزه کنم. Sorry, can I take one? Yeah? One گفتی زیاد نگیری که اگر نه باز باید کار دارم. مزهش بد نیست. نام از این نمیفهم بیخی مثل غوره معلوم میشه. هیچ خسته نداره خدا روسی. هیچ خسته نداره. دیگه
دیگه خدا و راستی انگورات شده از پیش ما خطا خوردن. کیلو 120 روپیه تقریبا 3.5 دلار 35 کرون 30 کرون ที่ผมเอาแต่ป่าจมทีหลัง นี่มันไม่ค่อยสวยว่ายายเนื้อมันข้างในมันไม่แดง این چیست؟ نرم است والا نمیفهمی چی باشه. فکر کنم ام باشه ولی ام خشک شده باشه دیگه این تو نرم شده. تربوز هم داره 20 روپیه. تربوزای از اینا بسیار مزه‌دار است، بسیار آبدار و مزه‌دار. دیگه دلم میشه کل از این را بخرم. دانه 15 روپیه. Yes. Yes, دقیقه پیسش نشد. ایرم بگی اینه مادر جان ایرم بگی از خیر.อันนี้ไม่ต้องลูกละ10 บาทเอา10 บาท چی میگه؟ อันนั้น120เป็น130 لایی โอ้อันนั้นอีกเนาะ آه ای از امون بوده خواه ایرم تو بگنی ای را پوست کده بازی را خوش کده خواه او چرا باز او را داد دو تا 120 150 والا اگه بفهم چی میگه هیچ نفهمیدم خو خیر است دیگه قدمت یک چهره داریم خدا رسی که از قیافه خود چیکار کنیم هند میرم هندی امران صحبت میکنم میگه از هند هستی نپال میرم نپالی صحبت میکنم میگه از نپال هستی تایلند میگه تو تایلندی هستی قوارید میگه دما میخوره چهره اینترنشنال داریم ما بیاده تو باش که چند خدا رسید نفهمیدم ยังอันนี้ใส่เด็ดถึงครึ่งโลนี่ครึ่งโล 200 برش میتونم ببینم چی کار میکنه 200 برش دادم چون نفهمیدم چند ขอบคุณค่ะ thank you 150 روپیه گفت شد اینه تو بگانه خانه پر پلاو เนี่ยได้ยังโอ้จ้ะอันนี้โล وای جایتان خالی เดี๋ยวได้ไหมขอบคุณค่ะ خب میایم سر از این مسئله که من شراب نمی نوشم سیگرت دخانیات استفاده نمی کنم تنها کار که می کنم اینه تو چیزای خوشمزه را نوش جان می کنم کسایی که سیگرت می کشین هر روز یا بعضی موادهای دیگه استفاده می کنین یا شراب می نوشین کوشش کنین که ترک کنین کل پیسا را تو جانتان دوست داشته باشین بر خودتان مصرف کنین دوستا باز چشم در یک تربوز خورد แล้วก็บิ๊กจาก 120 اوکی لایک باش که من یک تربوز خوبش خوش کنم خانه پر پلاو انجینر صاحب چقدر سیلیکاری میکردی ما بیچاره را که تربوز سفید میاری ها بالاخره اون سیلیای امروز پس گردنی ها فایده کرده باش که چی یک تربوز را برد خوش میکنه خدا روزی تربوز سفید خانه میبریم 3-4 پس گردنی نصیب ما میشد ทำค่ะแป๊บนึงนะคะบิ๊ก هلو จะพูดนะตัวเองต้อง تربوز باید همون تو دب کنه پر باشه داخلش دیگه وزنش هم زیاد باشه که داخلش کوک یا خالی نباشه دوستا تو باش ایره من انتخاب کنیم باش که چی رو انتخاب کرده می جانمرگی رو هم خوبش انتخاب کرده این صدای ازی که پر از دب میکنه یعنی معلوم میشه که هم گرنگ است و هم داخلش پر است good your choice is good yes yeah چالچه این چند میشد and this is how much is the price 130 اوه اول 120 روپیه گفت 130 روپیه شد در پره بالا دیگه تربوز خوبش انتخاب کردیم نمیفهم دوستا شما مطلب مرا فهمیدین نفهمیدین که چگونه تربوز رو باید انتخاب کنیم یکی صدایش
یک صداش پر باشه، دوما که وزنش زیاد باشه که داخلش کبک نباشه. همین دو چیز مورد دیگه. رنگش فرق نمیکنه، البته رنگش هم مهم است. رنگش باید پخته شده باشه. مثلا این رنگ پخته است. اگر این سبز باشه باز پخته نیست. کل تربوز منظورم است. 120 130. Thank you so much. اوه چقدر رنگ است. ببینید چقدر میوه زیاد شد. بریم کل از این نوشیان کنیم. با ما همراه باشین که میریم شهر میگردیم. رفتیم. دوستای بنایت گرامی، این هم مایه لکس یا سلامون خود ما. این دیگه چیه؟ سیار ابوالحسن. فکر کنم خوب یک نام در نام شده من. من این از این مایه سیاش یک دانه فرمایش دادم. سکنین به حساب این رخته کرده با نمک دریایی. رخته شده با نمک دریایی و مرچ مساله مونه داخلش هست. دیگه داخلش هم اینه تو مرچ مساله میزنن، بسیار خوشمزه درست میکنن. آفرینشان. آفرینشان. واقعا عالی است. Thank you. از صبحکی فقط استراحت کردیم داخل خانه. یعنی صبحکی بیدار شدیم، برآمدیم بیرون که در ظرف 5 دقیقه کل جانم تر شد. یه رقم آب و هواشون نم داره. آب و هواشون نم داره. یه رقم زود جان درخت. دیگه گفتم برم لب دریا یک بازی کنم. پس دوباره رفتیم داخل خانه چون زیاد گرم بود، خیلی گرم است. دیگه ما شما نه طاقت انسان آدمیزاد اینمی خصلتش است، نه طاقت گرمی را داریم و نه طاقت سردی را. در دو حالت شکایت میکنیم. دوستای گرامی، 70% کسایی که ویدیوهای ما رو میبینن لایک و سابسکرایب نمیکنن. لطفاً خواهشاً سابسکرایب کنین، ویدیو ما رو لایک کنین. دیگه متوقع ساخته بزنین که ما هم یه انرژی بگیرم. ویدیو تهیه کردن بسیار سخت است، زحمت خود داره، وقت میخواد. هم فیلم برداریش، هم ایدیت کردنش، همه چیزش وقت میخواد، زمان میبره. من مایه میگذارم، زمان میگذارم. شما هم دیگه همراهی کنین، همکاری کنین، سابسکرایب کنین، تکمه ساخته بزنین که هم ما راضی، هم شما راضی و هم رب راضی. دستار تازه نکردم کارمون شو که مرض نگیریم چون در مترو در بعض جایی را دست میزنن آدم نه دروازه مثلا یا جایی که محکم میگیرن در بس یا مترو دیگه میتونه که ویروس های خطرناک داشته باشه. خانش پای پلاو مرا گفت برک مرچی دور کنم، گفتم مرچدار جور کن. یه رقم مرچ انداختم. گناه از اون نیست که من خودم برش گفتم مرچ فول مرچ گفت لا میدیوم یا های، من گفتم های. فرق نمیکنه، عادت کریم. ترکاری از این چیز علافه میگم، ملافه میگم از اون بلاست. جای کلتون خالی.
گوشتدار جور کرده باز این چتنی رو هم بر من مانده بیا که دلم اینا نمانه چتنیشان هم استفاده میکنیم دیگه یک موی دیگه هم نبیاره رومش که بس است که باز خوب نمیشه با من رو باشین تا قدم بعدی دوست عزیز بازم اگر تا بالا سابسکرایب نکردید چینل مرا لطفا سابسکرایب کنید ویدیو مرا لایک کنید بریم ببینیم که قدم بعدی چی است رفتیم